به سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز با ایردراپ تون در خدمتتون هستیم. این ایردراپ گفتن خود تیمشون گفته تا آخر جولای قرار ریلیز شه، ولی نگران نباشید، ایردراپش فول راحته و اگه پیگیر باشید میتونید تا آخر جولای کسی پولای خوب ازش بکشید بیرون. بخش اول رو اسکیپ میکنیم. میتونید عکس خودتون رو آپلود کنید، میتونید اسکیپ کنید که من توصیه میکنم عکس خودتون رو آپلود کنید. چیز فانیه، تبدیلش میکنه به انیمیشن و فوق جذابه. خب اسکیپ میکنیم. بخش اولی که توی این بازی میبینید earn friends upgrade and exchange. خب شما 3 تا بخش دارید. این بالای صفحه که نگاه میکنید یه دونه ولت بالانس دارید. ولت بالانستون یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مقداری پول در صندوقچه‌تون دارید. یعنی اول پول داخل کیف پولتون که این پایینیه باشه که کالکت داره واریز میشه، بعد از این میریزه داخل صندوقچه‌تون. از صندوقچه‌تون میتونید آپگرید کنید توی کیف پولتون. وقتی که آفلاین اینجا آنلاینید ذخیره میشه. توی قسمت آپگرید ها ما 3 تا بخش داریم. یکی فارمینگ اسپید، یکی ولت لیمیت، همون کیف پوله که پایین دیدیم کالکت میشه داشت بکنیم. آخریش هم بوست والت ریت. بوست والت ریت میاد چیکار میکنه؟ میاد روزانه هر چقدر پول جمع کرده باشید رو میگیره و یه درصدی در آخر به شما میده. مثلا الان لول 1 3% روزانه رو شما میده. بعد چیکار کنیم؟ اولین کاری که باید بکنیم اینه که فارمینگ اسپیدمون آپگرید کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی فارمینگ اسپیدمون آپگرید میکنیم این پول تصاعدی میره بالا. الان 1 و 3 همونجوری که میبینید 2 بعدش 2 4 دیگه فعلا پول نداریم. این پول تصاعدی میره بالا. یعنی مثلا لول 20 25 حدوداً 1000 تا پر سک بهتون میده. بعد ولت لیمیت رو آپگرید کنید. بعد از اینکه تا جایی که تونستید فارمینگ اسپید رو آپگرید کردید، ولت لیمیت رو که آپگرید میکنید زمان بیشتری واسهتون طول میکشه تا این کیف پولتون پرشه. وقتی دیگه ارزش رو نداشت هر 10 دقیقه یه بار مثلا میمونید چک میکردید، میتونید ولت لیمیت رو آپگرید کنید. اوایل بازی من توصیه میکنم بهتون اصلا بوست ولت ریت رو آپگرید نکنید، چون به کارمون نمیاد و ترجیحاً با 2 تا اولی کار کنید، چون ما فقط داریم پول بیسیکمون رو میگیریم. اصلا قصد نداریم که این پول اصلی رو نگه داریم که به ما سود بده. اون میاد درصد سود روزانه‌مون رو بهمون میده. یعنی مثلا روش نوشته 3% روزانه به ما سود میده. هر چقدر پول داشته باشید داخل ورقتون درصد میگیره و 3%ش رو فرض بهتون میده. رفراگیری خیلی خوبی داره. 20% از رفرالاتون بهتون میده. یعنی اون هر چقدر کار کنن 20% رو شما میده. بعد 5 کی توکن هم 5 کی اولش به شما میده که خیلی جذابه. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.